سلام دوستان عزیزم، امروز با یه ویدیو برای شما اومدم که راجع به مسائل عاطفی براتون یه انرژی خوانی انجام بدم برای کسانی که مجرد هستن. البته که یه ویدیو برای مجردهای عزیز میذارم و یه ویدیو برای متأهلین عزیز، حالا چه ازدواج کرده باشن چه تو رابطه باشن. برای مجردهام، برای کسانی که هنوز کیس عاطفی توی زندگیشون نیست و منتظر هستن که یه رابطه و یه کیس عاطفی براشون اتفاق بیفته. همونطور که توی استوری براتون چند روز پیش گذاشته بودم، سوال کرده بودم که دوست دارید چه موضوعی براتون انرژی خوانی انجام بشه که یه تعداد از عزیزان مجرد برای چه رابطه‌ای پیش رو دارن، رابطه جدید که الان رابطه‌ای در واقع ندارن رو درخواست کرده بودم. برای همین اول یه ویدیو برای این عزیزان میگیرم و بعد برای کسانی که توی رابطه هستن. خواستم یه توضیح در مورد پیجم بهتون بدم که یه شناختی پیدا کنید در مورد پست ها و ویدیوهایی که براتون میذارم. ببینید عزیزان، وقتی که عکس براتون پست میشه و شماره داره، من البته تاکید میکنم کپشن مطالعه بشه و باید بگم که پاسخ شما وقتی که روی عکس یه مورد رو شما انتخاب میکنید، نیت میکنید و یه موردی رو انتخاب میکنید، توی کپشن زیر همون عکس توضیحات هر کدوم از اعداد براتون داده شده. میتونید برید و کپشن رو بخونید. و اینکه ازتون درخواست دارم که حتما با کامنت هاتون اگر مشکلی هست، اگر موضوعی هست که دوست دارید راجبش انرژی خوانی بشه، اگر به هر حال موردی هست میخواید به من بگید، میتونید از طریق کامنت با من ارتباط بگیرید. من خوشحال میشم. و اینکه لطفاً اگر پست ها و ویدیوها شما رو تا حدی پاسخگو هست و به هر حال جواب نیت شما رو میده، خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون منو حمایت کنید. ممنونم. خب ویدیو رو طولانی نمی کنم، میریم برای این ویدیو که الان برای مجردهای عزیز میگیرم. تمام کارت ها تطهیر شدم و آماده شدم برای این فالی که الان در واقع میخوام براتون بگیرم. با انرژی بالا شما میتونید همسو کنید انرژیتون رو با من و من از 3 تا دکی که انتخاب کردم برای شما انرژی خوانی میکنم. البته که یه چیدمان انجام میدم که بتونیم خیلی راحت داستانی رو انرژی خوانی کنیم. دوستان عزیزم، برای انرژی خوانی هم بگم، چون که انرژی خوانی های عمومی به صورتی هست که چند تا انرژی رو من دریافت میکنم. برای همین ممکنه 1 یا 2-3 مورد رو براتون بازگو کنم، چون انرژی ها زیاد هست و مختلف هست. نمیشه گفت که یک داستان رو میشه روایت کرد. پس اگر چند تا داستان براتون گفتم به خاطر انرژی های مختلفیه که دریافت میکنم، که خب این تفاوت انرژی خوانی عمومی با خصوصی هست. خب بریم برای چیدمان. خب من 5 تا از این دک براتون میگیرم.
بذارید کاری که بیفته بیرون رو در میارم. سه تا از این دک براتون در میارم. خب اصلا این دکمون نمیخواد در بیاد. لحاظ روحی هم براتون میگیرم. خب همطور که گفتم انرژی خانی برای کسانیه که الان در واقع توی رابطه نیستن با شخص خاصی. خب دارم اینجا میبینم برای یه تعدادی از عزیزان که یه رابطه خیلی سمی و ناراحت کننده ای رو پشت سر گذاشتن در واقع و خیلی این رابطه اذیتشون کرده. دارم میبینم که خیلی از شما عزیزان حتی چند بار از طرف یه شخص ناراحتی و سختی و ضربه خوردید و این باعث شده که شما دیگه برای این رابطه یه سدی درست کنید و اجازه ندید این شخص دیگه به زندگی شما برگرده. میشه گفتش که شما دیگه متوجه شدین که این آدم اون آدمی که بخواد برای شما مناسب باشه نیست و اینکه حتی بلاک کردن هم میبینم، یعنی شما دیگه اصلا کلا این شخص رو بلاک کردید که دیگه حتی هیچ تماسی با شما نداشته باشه. چون برای یه تعدادی از شما حتی میبینم که بارها این ضربه و بی احترامی و تحقیر از طرفش خیلی اتفاق افتاده و این بار شما دیگه تصمیمتون رو با همه زخم هایی که داشتید و همه ناراحتی هایی که براتون تو این رابطه اتفاق افتاده دیگه تصمیمتون رو گرفتید که دیگه این شخص رو دوباره وارد زندگیتون نکنید. و باید بگم برای شما عزیزانی که این اتفاقها و این مسائل رو پشت سر گذاشتید واقعا قابل تحسینه که این تصمیم رو گرفتید و قابل احترامین، چون که خیلی این شرایط سختیه برای کسی که توی رابطه سمی هست بخواد از اون رابطه بیاد بیرون. خیلی سخته واقعا. یکی از سخت‌ترین کارها اینه که وقتی شما وارد یه رابطه سمی شدید و حتی مدتش خیلی دیگه زمان میگذره که وابستگی‌های به هر حال سمی و تاریک و بد اتفاق میفته، اینه که شما انقدر به هر حال با شرایط سخت از این رابطه بیرون میایید. پس باید خیلی به خودتون افتخار کنید. و اینکه دارم میبینم که با همه این شرایط رو که پشت سر گذاشتید سعی کردید خودتون رو با کار و شرایط کاری و مالی خودتون سر خودتون رو گرم کنید، به کارتون ادامه دادید و دارید ادامه میدید در واقع. و خیلی از شما عزیزان رو من دارم خیلی مستقل و با استقلال مالی میبینم.
خیلی از شما عزیزان شغلی دارید که از راه این شغل دارید یه منبع درآمد خیلی خوبی دارید میبینم و اینکه شرایط و موقعیت خودتون رو ساپورت میکنید. حتی من میبینم که شرایط شما به طوری هست که بتونید به تنهایی یعنی به کسی نیاز ندارید، چون خیلی از بالاخره رابطه ها الان داره در واقع به سمتی میره که خیلی ها دوست ندارن خودشون شرایط مالیشون رو بخوان ساپورت کنن و به کسی یعنی به یه رابطه ای رو انتخاب میکنن که اون شخص بخواد ساپورتشون کنه از لحاظ مالی. و طبیعتا این رابطه عاطفی نیست. از همون اول این رابطه مثل یه قرارداد میره جلو، خیلی مالی و مادی و خیلی شرایط به هر حال اینطوری میره جلو و طبیعتا رابطه سالمی هم نیست، چون مسائل عاطفی و عشق اگر علاقه نباشه به هر حال ما برای روحمون وارد یه رابطه ای میشیم. یه جورایی میشه گفت وقتی که مسائل مالی به دنبال مسائل مالی هستی توی یه رابطه ای، من نظرم اینه که از همون اول کسی که این دیدگاهو داره روحشو فروخته به مسائل مالی. من اینطوری نگاه میکنم بهش. ولی میبینم که خب شما خیلی از عزیزان اینجا هستن که خیلی این موضوع براشون مهمه و بیشتر دنبال یه رابطه سالم و عاطفی هستن. و خیلی از عزیزانی که من دارم اینجا میبینم بیشتریاتون در واقع منتظر هستید، منتظر شروع و اتفاق افتادنش، چون که دیگه الان میدونید چی میخواید از یه رابطه. میدونید که یه رابطه الان باید چجوری شروع بشه و طرف مقابل چطوری رفتار کنه و اینکه شما چطور با طرف مقابلتون رفتار کنید و اصلا این رابطه چه خواسته هایی باید همون اول داشته باشید. دارم اینو میبینم، یعنی انقدر دیگه الان مطمئن هستید از خودتون و طرف مقابل که چه معیارها و اولویت هایی باید براش داشته باشه یه رابطه، که دیگه آماده و کامل هستید. و دارم میبینم که از یک ناراحتی و قصه و به هر حال بیخوابی ها و شرایطی که دیگه خیلی شما رو به اوج اون دلشکستگی و ناراحتی رسونده بوده توی رابطه حالا رابطه های گذشته، میتونه مثلا به هر حال شکست هایی باشه که تا الان داشتید و حتی یه رابطه که میگم مدت ها زمان برده دارید ازش خارج میشید، دارید از این حالت بیرون میاین. حتی میبینم که همین الان دارین با خودتون میگین که نمیتونستم باور کنم انقدر یه روزی برسه که امروز باشه من انقدر راحت به خاطرات گذشته فکر کنم و در واقع اثر بدمشون بیرون. میدونید، یعنی درگیر نمی کنید خودتون. اگر حتی خاطره ناراحت کننده به شما به ذهن شما خطور کنه، شما خیلی راحت میتونید ازش بگذرید، گذر کنید، که اونم طبیعی هست، مرور خاطرات بد. ولی اینکه بتونی ازش خارج بشی و خودتو درگیرش نکنی، دوباره به لحظه برگردی، خیلی مهمه و شما این اتفاق داره براتون میفته. همین الان میبینم این شرایط رو دارید در واقع و دارم میبینم تا چند وقت آینده هم یه شرایط بسیار عالی شاید همین الان هم براتون اتفاق افتاده و این براتون میمونه. رضایت کامل از شرایط خودتون میبینم، اینکه دیگه خیلی راحت میگیرید مسائل رو، خیلی دارید آسون میگیرید و از لحاظ فکری و روحی در واقع شما در یک شرایطی هستید که دیگه مثل گذشته همه چی رو سخت نمیگیرید. میگم باز این برمیگرده که شما دیگه میدونید از یه رابطه چی میخواین و اگر در واقع رابطه‌ای برای شما دیگه شکل بگیره یه جورایی تضمین شده است و شما دیگه ضربه و زخمی نمیشید تو این رابطه، چون شما انقدر آگاه شدید
به خودتون، به اینکه از یه رابطه چی میخواین که دیگه براتون اون اتفاقهای گذشته نخواهد افتاد. پس با اطمینان خاطر میتونم بگم برای خیلی از شماها این کارت رضایت و خوشنودی و حتی خرد عاطفی رو براتون میبینم. خب آگاه شدن توی این که من کی هستم، چی میخوام و ارزش هامو بدونم خیلی ارزشمنده و این اتفاق برای شما افتاده و خیلی راحت میگیرید مسائل رو و میبینم خیلی در واقع خیلی دارید خوشگذرونی و حال خوب به هر حال براتون پیش رو هست. من از این دک براتون گرفتم که این شخصی که بخواد وارد زندگی شما بشه چه شخصی هست. در واقع این شخص اگر بخواد وارد زندگی شما بشه چه کسی هست. الان در واقع شما باهاش ممکنه حتی آشنایی هم داشته باشید توی دوستان و اینا، حتی پیشنهادی بهتون داده شده باشه و بخواین